خب امروزتون چطوره؟ انشالله که پرسود بوده باشید تا این لحظه. یه نکته معامله‌گری بود گفتم خدمتتون عرض کنم. من ساعت تقریبا 10:30 اینا به تایم ایران اینجا یه دونه معامله باز کردم، معامله سل، بدون دیدن هیچ پول بک. و عقیدم هم این بود که این ترن لاین داره میره به سمت بالا و این بهش برخورد کرد و قراره بریزه به سمت پایین و احتمالم تقریبا 70% بود، نه 80%. 80% احتمال داره که از بالا نشکنه، ولی خب ریزش 70% برای من حداقل توی این روند سعودی که با این کانال تنگ رفته به سمت بالا. خلاصه معامله رو باز کردیم، معامله رو اینجا دارمش. این معامله است که رو تقریبا ورود به معامله بسته شد. اینجا بازش کردم و تو کندل بعدی که این کندل سعودی رو زد بستمش، چون آنچنان حرکت خوبی نداشت و داشت میومد به سمت بالا. استاپ هم اینجا بود، تقریبا به اندازه یه میجر موو، به اندازه لگ آخر، و بستم معامله رو. این رفت بالا، زمانی که فیل کرد و نتونست بالای این سقف قبلیش ببنده، من یه دونه معامله سل گرفتم و یه تیپی 2 از این مارکت دریافت کردم. میخوام اینو بگم، اگه یه موقع احساس کردی که معاملت اشتباهه، جای اشتباهی وارد شدی، معامله خارج شد، به همین سادگی. هیچ کار خاصی هم نیازی نیست انجام بدی. و این معامله رو اینجا گرفتم رو رأس، دقیقاً زمانی که فیل کرد، قبل اینکه این کندل بزنه. زمانی که فیل کرد استاپش اینجا بود، تقریبا 4 پیپ و 8 پیپ هم سود گرفتم که میشه 1/2. روی یورو یو اس سی و اونچنان نوسان خاصی نداره. یه دونه معامله سوینگ گرفتم که $170 به ما سود داد و در نتیجه $140 تا الان تو سود. بعد اومد بالاتر. اینجا شاید نظرت این باشه که خب این که شکسته، اینو چطوری می‌خواستی ترید کنی؟ عزیزم این ترید لاینی که من اینجا کشیدم تا اینجا موثق بوده. اگه بخوام ترید لاین جدید بکشم باید اکستندش کنم، بندازم روی این بالایی. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده، شکسته اومده به سمت بالا، درسته بسته ولی کندل بعدی فیل شده و یه دونه فالوی بد داشته. اینجا هم میتونستیم یه دونه وارد معامله بشیم، استاپ این بالا، یا مثلا 3 پیپ 4 پیپ بالاتر 2 برابر این استاپ و یه تیپی 9 یا 8 بگیریم، شاید هم 10، که یه دونه تیپی تقریبا 3 به من میداد. خیلی مخلصیم. دوست داشتم اینو همینطوری داغ داغ براتون بررسی کنم، شاید امروز تو معامله‌گری به درتون بخوره. خدا نگهدار.